داخل این ویدیو قراره یکی از تندترین نودل‌های جهان رو بیاریم، یه بسته کامل سس تند داخلش خالی کنیم، کلی فلفل قرمز و ادویه‌ای تندم قاطیش کنیم و بکنیم تو کون. اسم من علیه یار جلو چشام بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، آقا مگریتی ام و صرف تنتک صفر همه لینک ها تو دیسکریپشن. آقا امروز برامون یه دونه نودل آوردن از ژاپن اومده، خود آدیداس زده. تو این تندترین فلافل خاورمیانه است. آره بیا و امروز قراره ما اینو بخوریم، یعنی بساچیم. بخوایم بساچیم و چیا نوشته روش بخونیم. خیلی تنده. اینا نوشته اکسترا اسپایسی. یه سس تندم گرفتیم که این که خودش ناموس تنده دیگه، اون سسم خیلی تنده، اونم نصفش حالا خالی میکنیم توش که یه قشنگ بساچیم. قرار بگاه بریم چون تجربهشو داشتم. من تا حالا نداشتم. منم تا الان نخوردم. تندترین چیزی که خوردم اختاپوس اردبیل بود. سوای اردبیل. فکر کنم تجربه جالبی میشه. خب آقا بریم درست کنیم. بریم. این چی بود توش؟ عرق خوردی؟ آها بعد هیچی فارسی هم نداره. اصل آدیداس. کانال منو سابسکرایب کنید. نه. سلام دوستان، ما متاسفانه چون نمیتونستیم درست نودل درست کنیم، یه آشپز از مصر آوردیم، حسین مصری، که میخوان بهمون یاد بدن که چطوری درست کنیم. آقای حسین مصری صحبت میکنیم. فارسی بلد نیستم. آره خب پس فارسی کم بلد بود. آقا مصری ها اینطوری فندک میزنن، اگه حال کردی لایک کن. قشنگ این فندک از مصر آوردن. فندک مصری رو نشون بده. فقط اینا شیشه میکشید. فندک دو چیزو بیارم. کوزه مصری. اینو از اهرام ثلاثه مصر کشیدن. آره سال قبل. اینو فرعون میخورد باش آب میخورد. همون لیوانی که فرعون باشه آب خورد قبول داری لایک کن. اوه مای گاد. دیدی صدای مصری داد. نگاه کنید. صدای مصری. جدی قد داریم گل و بلبل پیش میریم. قشنگ قرار کورونه گل. بچه‌ها یه مقداری ماریجوانا نیاز داریم. این سنگای لش پودر شده مصر میبینید؟ تنده. سنگ مصری بشینه. تو آبادان هم پیدا میشه. اینا حبای سیر از خود آنتالیا اومده. همسایه مصر. آره. این پدر بزرگمه. این خاکستر پدر بزرگ فرعون چهارمه. اینم که ماشاءالله نودل کجا بود؟ آدیداس. بچه‌ها بریم سراغ پخت و پز. خب اینو باز میکنیم. یا علی یه بنزینش کجاست خودش؟ دو تا هست. آها وجتبل مکس، یعنی اینکه ترکیبات میوه‌ای و این، ولی این کونگاه. Oh my god بوی مصر اومد. بوی خوب آدیداس. این پودری الان؟ این سسه. مطمئن. آره این سسه. فکر کنم آخر هست. صدا پودر میده ببین. آره دیگه. Oh my god. این روش طبخ مصریه. اینجوری نمیچسبه چنگال و خیلی راحت هستی. نمک کو. هر کی تو کامنت ها بگه برنده است. این نمک هم مصریه، درسته آقا حسین؟ اسم این حرکت چیه؟ چاقو. چه جالب بچه، زبونمون مشترکه با مصر. اینا وجتبلشه. نشون میدین تو دورین محتویاتشو. اینه گله. این مخدرای لرستانه. معنی؟ بگاه نریم. بچه بدیم خواهم بکنم. یا علی خیلی تند. به نظر یا علی یا حسین مظلوم. سبحان الله. یا علی. سس نه بذاریم بپزه داخلش. سس رو بعد آخر قاشق کوچیک. این قاشق زن فرعون بود. تا همین کافی. این چیه؟ آرژوانا دادش. سیر آبادانی مصری. آقا یه هم بزن که عشق کنیم. حسین جان مربوط به یه محلی زاغنشین میشه. اونجا همه درویشن، اینجوری موهاشونو میذارن بلند بشه. راستی پروازم میتونم بکنم آقا حسین، یه پرواز بکن. آقا این چرا اینطوریه؟ چرا ترسناکه؟ آقا حسین به 1864 تا زبان زنده دنیا مسلطه. خیلی کلا دنیا. وی چی میده؟ یا علی. او بریه. او مای گاد. سم پختک. ارزا کام مصری تند. کامستی که مصری. نمک هم که ماشاءالله. این ادویه که دارم میارم واقعا ادویه مصری. دیگه واقعا به ناموسم مصری. به قرآن من. به ناموسم مصری. اوه دیگه میریم تو مصر. تندم هم؟ تنده. چرت و پرت اینقدر گفتیم مصر واقعا. این چیه؟ این چی دیگه است؟ این چیه؟ سم. فلفل قرمز خودم خوشم. یا علی علی قراره واقعا اووردوز. واقعا قراره. اینجا اینجوری میگیریم.
چالنجی که داریم اینه که باید اینا بخوریم. بلد نیستم خب بچه‌ها کنسل ویدیو. اوه بخور آقا افتتاحیه رو میری دیگه. آره پاپیون گره بزن. خب ببینیم که نه بابا تون نیست که یه آبشو نخوردین هنوز. خوشمزه. میخوام که از آبش بخورم. سانچیدیم همین سانچید تازه شروعه. تازه اوه بریز آقا. یا علی آقا من میگم با چنگال بخورم. اوه یا علی غلط کردی. آمو سلمون گفتی تو نیست. بکشیم خوش. برو اون بابا نکن آقا قاشقا رو برداریم شروع کنیم پشت سرم خوردن اصلا به نستا. یه دونه من با این آره با چاپستیک یه دونه مگری بزنه. خوشمزه است ولی تون نداره. چی کاری؟ اونو یهو برو بالا. همه چی مزه رو جذب میکنه. بدترین چیزی که خورده بونه. گلوم میسوزه جدی گلوم میسوزه. شیرکو بیا چیر نخور بذار باشو سر کشیم من باشه؟ سر کش نصفش سر کش نصفش من برم نصفش برو یه دقیقه شیر میخورم نه من شیرو اینجا دور یه پس من رنگ لبم درد 3 2 1 برو مطمئنی؟ اعلام شکست میکنی؟ مگری بریم آبشو گو خوردم نکنید دروغه به خودم اینا اشکم زیرش آقا آبشو میرم آبشو برم بچه افچه بیمارستان رفت ملاک بیمارستان به لبه دیگه نمیشونی نه داره میخوره. سیگار بکشی روش به گام میری؟ آره بفرمایید بریم بکش من واقعا کسی از این آب این نمیخوره همشو بخورم همشو بخور. پوستم قرمز شده آجی شبیه زامبیا شده اینو میخوام ببرم بیا میخواد بخور ببینیم چی میشه خب خوره میخواد یه شب مدل خور باشه آقا واقعا یه دنیا تشه توی دارم میمیرم بخور بیمارستان بچه بشه بلاگ بیمارستان ببین خیلی بیسوده حالم اوکی اینی هرچی این تو مونده میخوام برم بچه حلال نخوره حلالم کلا درد داره وای یهو میسوزه خوبه نکن یه دونه هایش هست میخوره به بچه ها زرش که مصر بس میکنم چیز اشکم داره بیا اشکاب در اومد بیا تو این فوت کن دردت میگیره. بیا تو این فوت کن بری عزاداری. یه چیز تاند بود خوردی رفت دیگه تمام کنیم ویدیو رو کام رو فیسش کانتوریم بانک تو شیز لاین رو میزم لانتو به چاقلاش پره پاد سنگینه سامسون تام فایت تو چاقا شوریش جا خوبی آخ بنم رایم کسته خاریا بیام بکنم تو رو تو فایت لخته